الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادر سوال نمودند که گفتن شعر، ذکر و بیان کردن شعر در مساجد آیا جایز است؟ بارک الله فیکم. برادر و خواهران موحده، البته هر یک سخن حق است یا باطل است. این چنین شعر هم یک نمودی سخن است که به نظم در آورده شده است. شعر حق و شعر باطل وجود دارد. شعری که حکمت دارد، منفعت دارد، فایده دارد، علم دارد و مخالف قرآن و سنت نیست و از این حکمت آموخته می شود، یا که بیان کننده قرآن و سنت است یا که بیان کننده عقیده و علم است، این شعر در مسجد ذکر کردنش خوب است، بیان نمودنش خوب است، چرا که این داخل می شود به باب علم و به باب سخن علمی. چگونه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه های داشتند که شعر می گفتند و در مسجد هم شعر ذکر شده است و روایت است از ابن عباس رضی الله عنه که در مسجد چندین بار غزل‌های که از قرآن و سنت گرفته شده است می خوندند، خیلی که در بعضی از مصنف ذکر شده است. از آثار صحابه رضی الله عنهم آمده است که حسان ابن ثابت شاعر بودند، اما شعرشون همیشه از قرآن و سنت بود، دفاع قرآن و سنت بود و رد بر مشرکین بود. این خیلی شعرها را گفتن بهترین عمل است. اما شعرهایی که شعرهای شرکی هست، از دویم نمود قسم شعر، شعرهای شرکی، شعرهای خرافاتی، شعرهایی که به شرک و خرافات دعوت میکند، به مانند بعض شعرهای صوفی یا رافضی یا دیگر از اهل بدعت و مجوسی و غیره، یا شعرهای ملحدی و یا شعرهای اهل کتابی که همه شبهه و غیره است، این شعرها را ذکر نمودند هم در مسجد و نه فقط در مسجد بلکه در غیر مسجد هم حرام است، جایز نیست. در یک حالت جایز است، هم در مسجد هم در غیر مسجد، که شما این شعر را ذکر کنید و رد زنید و بیان کنید که این شعر باطل است و شرک است. بارک الله فیکم. چرا که ما میبینیم بسیار شعرهای هست امروز که بعضی ها همچون حجت استفاده میبرند، عادتا صوفی ها، مطربی ها و غیره، حجتشون شعر است، قرآن و سنت شعر است، برای مسائل شعر رو میارن. این جایز نیست، شعر مکان خود را دارد. یا که شعر رو به مدح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان شعر نوشتند که غلو کردند و رسول الله رو میگند عندك علم اللحو والقلم، یعنی رسول الله تو علمی لوح المحفوظ و علم قلم رو میدونی، یعنی تمام انسان ها رو تقدیرش رو میدونی. این چنین شعرها رو صوفیان نوشتند که در مولود ها میخوانند. این باطل است و این شرک است. این شعر خوندن، این چنین شعر شرک است. یا که شعرهای صوفی که در وصف الله، رضاگی الله، محبت الله میخوانند که آخرش به حلول و عقیده های باطل میرند، غلو میکنند. یعنی بعضیش اومده است که در غزل ها هم هست، من تو را میپرستم نه ترس از دوزخ دارم، نه امید به جنت دارم، فقط دیدار میخواهم، که این باطل است. ما از دوزخ باید ترس عبادت کنیم، باید امید به جنت کنیم عبادت کنیم و باید رضاگی الله را هم خواهیم، همش باید جمع بشود که این شروط عبادت است، قبول عبادت. پس شعر باطل را در همه جا باید رد کرد و شعر حق را در همه جا باید ذکر کرد. و اما در مسئله این که انسان به شعر بسیار مشغول شود یا نشود، البته انسان نباید به شعر بسیار مشغول شود، برای اینکه ما قرآن داریم و ما سنت داریم. شعر هم باید انسان دعوتگر داشته باشد، اما نه اون قدری که زیاد، بلکه به قدر معین. شعرهایی که صحابگان نوشتند، شعرهایی که علما نوشتند، به مانند ابن القیم الجوزی کتاب نونیه دارند، نونیه شفیه نونیه، یا که به مانند دیوان امام شافعی رحمه الله، یا که به مانند شعرهایی که ابن تیمیه رحمه الله نوشتند. این همه شعرهایی که از حکمت است، از علم است و از بیان مسائل است. و این چنین علما امروز الحمدلله الله رحمتشان کند، علم ها را به حالت نظم در آوردند. مثلا علم مصطلح الحدیث بیت است، ابدأ بالحمد مصلیا على خير نبي نرسل وفي من ذي أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو متصل إسناده لم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بهترین ابیات، لیکن ابیاتی که علم است. در همین 32 بیت
مصطلح الحدیث منظومه البیقونیه ذکر می شود و این چنین علم میراث منظومه هست که خودی بنده ما در مسجد نبوی این رو تعلیم گرفتیم، این بیت رو در مسجد نبوی حفظ کردیم، تعلیم گرفتیم. علم میراث منظومه البیقونیه، یا که علم اصول فقه هک اصول الفقه لفظ اللقبه بینوات ابیاتی معروفه که در مسئله علم اصول فقه نوشته الورقات که الحمدلله در مسجد نبوی تعلیم گرفتیم و حفظ نمودیم و این همه علم ها در مسجد نبوی تعلیم داده میشد. اما این علم ها، این بیت ها علم ها را به بیت تبدیل داده است و عموما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که خیلی که امام بخاری روایت میکنن در کتاب ادب المفرد که این لمن الشعر حکمه، حتما شعر حکمت دارد و بیان دارد و حتی حسان ابن ثابت را رسول الله تشجیع میکردند که به مشرکین با شعر گفتن رد زند. پس بارک الله فیکم، به خلاصه میگم که شعری که برای دفاع دین است، برای بیان دین است، باید گفته شود و آموخته شود، اما نه همچون حجت استفاده برده شد. حجت برای مسئله، برای سخن، برای دعوت این قرآن و سنت است و قول صحابه است، حیات صحابه است، حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اولا. اما امروز ما میبینیم اهل بدعت را که وقتی که سخن میکنند همین دلیلشون شعر است، شعر رو میارند بعد دلیل همین شعر رو دلیل میگیرند که البته این جایز نیست، البته این جایز نیست، این درست نیست و این سببی ترک قرآن و سنت میشود، این سببی ترک قرآن و سنت میشود. بارک الله فیکم. ما وقتی که یک مسئله رو میگیم باید اول قرآن رو بگیم، بعد سنت بگیم، بعد اقوال صحابه و بعد از این اگر ماند میتوانید که قول یگان علما رو با بیت، اگر از علمای اهل سنت و الجماعت باشد بیتش موافق اهل قرآن و سنت باشد ذکر میکنید.